وقتی نمازخانه ما سوره الحمد رو میخوانیم، بعد از آن کدام سوره خوانیم فرق ندارد یا نه؟ بله برادر، از وقتی نماز خواندن سوره الحمد ابتدا که خوانده، بعد از آن حرکت کنه که یعنی از جانب بالا به سوی پایان خوانه. مثلا سوره الم تر کیف خوانده، بعد از او سوره لإلاف است، بعد از سوره لإلاف ارأیت الذی است، بعد از اون انا اعطیناه هست، یعنی قلیا هست، اذا جاء هست، تبت هست. یعنی در یکم رکعت وقتی ارأیت الذی خوانده، در دیوم رکعت انا اعطیناه خوانه، یعنی پایان خوانده بیایه ضرر نداره. اگر سوره بالا خوانه قصدن یعنی دانسته خوانه مکروه است، لکن اگر فراموشتانه مبادا سوره قل هو الله احد در یکم رکعت خواندی، در رکعت دیومش ارأیت الذی و آیت های بالایی اگر سوره های بالا را بخوانی، اگر قصدن بخوانی مکروه